لیسا دفتری، سردبیر فارن دسک، مهمان این بخش از برنامه هستن. خانم دفتری خیلی ممنون برای حضورتون. ابتدا می‌خواستم واکنش شما رو بشنویم در ارتباط با همین اعتراضات و تظاهراتی که در دیروز امروز در واشنگتن رخ داد. بسیاری از قانونگذاران، حتی خانم کامالا هریس اشاره کردن در برنامه، محکوم کرد این حمایت از حماس رو و آتش زدن پرچم آمریکا رو و به صراحت گفت یهود ستیزی، نفرت و هر گونه خشونت جایی در کشور ما نداره. واکنش شما رو بشنویم. بله، این ادامه همین تظاهراتیه که ما توی دانشگاه‌های آمریکا می‌دیدیم که اینا حمایت از مردم فلسطین نمی‌کنن، نه درباره اسرائیل نه درباره فلسطین. این درباره حمایت کردن گروه‌های تروره و می‌دونیم که پشت اینا هم جمهوری اسلامیه. وقتی که نگاه می‌کنیم اینا پرچم‌های آمریکا رو دست نمی‌گیرن. وقتی الان این خانم روزتا داشتن ریپورتشون تهیه می‌کردن، می‌دیدیم که بعضیا با پرچم اسرائیل وایسادن و در کنار پرچم اسرائیل پرچم آمریکا رو دست گرفتن. ولی دیروز دیدیم که همین اینا پرچم آمریکا رو آتش زدن و پرچم حماس به دست گرفته بودن. این خیلی خطرناکه و آمریکایی‌ها هر چی بیشتر به این بگن freedom of speech، اینا آزادی ایناست که بتونن هر چی بخوان بیان بکنن، این نیست. ما باید ببینیم که این حضور جمهوری اسلامی چقدر غرق شده توی آمریکا، توی دانشگاه‌ها، توی پایتخت آمریکا. میرن توی کاخ سفید میتینگ میذارن برای خودشون، لابی‌های مختلف، اینایی که با خودشون میگن مفکرای سیاسی، میرن توی تلویزیون‌های مختلف و از جمهوری اسلامی دفاع میکنن. اینا همه اینا نتیجه کارهای جمهوری اسلامی و چقدر خودشون رو فرو کردن توی جامعه آمریکایی. بله، در حالی که صحبت میکنیم تصاویر زنده دوربین صدای آمریکا رو می‌دیدیم و تظاهرات، و الان هم تصویر دیدار نخست وزیر اسرائیل آقای بنیامین نتانیاهو و آقای جو بایدن رو می‌بینیم در کاخ سفید. رئیس جمهوری آمریکا قرار بود که حدود ساعت 1 الان با کمی تأخیر این دیدار انجام میشه و در طول برنامه‌های خبری صدای آمریکا مشروع این دیدار هم گزارش خواهد شد. آقای نتانیاهو داره به آشنایی 40 سالش با آقای بایدن اشاره میکنه، نکته‌ای که دیروز هم در کنگره به اون اشاره کرد، و اینکه آقای بایدن خودش رو به دفعات یک ایرلندی آمریکایی کاتولیک صهیونیست معرفی کرده و این هم نکته‌ای بود که آقای نتانیاهو دیروز اشاره کرد بهش. خانم دفتری، وقتی که به روابط آمریکا و اسرائیل نگاه میکنیم و این اختلافاتی که پیش اومده دیروز، میدونید که تقریبا یه تعداد کم سابقه‌ای از قانونگذاران دموکرات حضور نداشتن در سخنرانی آقای نتانیاهو، به اصطلاح بایکوت کرده بودن. فکر میکنید مشکل بر سر شخص آقای نتانیاهو یا قضیه فراتر از شخص نتانیاهوست؟ اینو نمیشه گفت. یعنی برای سیاست خارجی اصلا هیچ فرقی نمیکنه، یعنی پرایم مینیستر اسرائیل کی باشه، رئیس جمهور آمریکا کی باشه، ما باید همیشه سیاست خارجیمون یه جور باشه و با شریک خاورمیانه‌مون اسرائیل باید همیشه محکم باشیم. اگه نباشیم کی پیام میبره از این موضوع؟ جمهوری اسلامی. الان دنیا دو دسته شده و مردم اینو نمیفهمن. یا شما با جمهوری اسلامی هستین یا ضد اونا وایسادین. اگه نگاه میکردین وقتی که دولت ترامپ بود، ابراهام اکوردز، اون قرارداد ابراهام رو امضا کردن بین کشورهای مدرن عربی و اسرائیل که جلوگیری بکنن از کارهای جمهوری اسلامی. این کشورهای مدرن، حالا من بهشون میگم مدرن عربی، ممکنه به حقوق بشر اینا اصلا یعنی کارشون اصلا خیلی هم بد باشن، ولی درباره تروریست هایی که نمیخوان توی کشورشون وارد بشن خیلی قوی وایسادن و برای همین با اسرائیل شریک شدن که جلوی جمهوری اسلامی رو بگیرن. من یه دونه داکیومنتری ساختم درباره همین زن زندگی آزادی و یه صحنه نشون میدیم که توی دانشگاهی که خیلی پیش اومده این صحنه که پرچم آمریکا و اسرائیل روی زمین کشیدن و بچه‌ها دور میزنن و روی این پرچم‌ها پا نمیذارن. و وقتی که نگاه میکنین که جمهوری اسلامی خودش رو چجوری رسونده توی آمریکا و پرچم آمریکا رو دارن آتیش میزنن، میفهمیم که اینجا جمهوری اسلامی شریک پیدا کرده. پس ما نمیتونیم 100 نفر از دموکراتایی که نرفتن توی کنگره، این چه پیامیه برای جمهوری اسلامی که بگه ما این همه شریک داریم توی کنگره، ما این همه میتونیم نفوذ خودمون رو جلو ببریم. حالا برای همین خیلی از ایرانی‌ها اینو میفهمن
چون میدونن جمهوری اسلامی چه کار میخواد بکنه و هدفش چیه و چجوری تونسته نه فقط ایران رو اینجوری اشغال کنه و خاورمیانه نفوذ خودش رو توی حماس و حزب الله از اینا حمایت بکنه، از گروه‌های تروری، و اینجا بتونه این همه شریک توی آمریکا پیدا کنه. برای همین اینقدر مهمه که هر کسی باشه، حالا شما با نتانیاهو باشین یا نباشین، این یه سمبوله، یعنی نه فرق نمیکنه چپی باشه یا راستی باشه، ما باید از اسرائیل حمایت بکنیم. همونجوری که آقای نتانیاهو بهش دیروز اشاره کرد، گفت ما داریم یه جنگی می‌جنگیم که برای تمام دنیا داریم می‌جنگیم، ضد ترور، ضد حماس، ضد حزب الله و ضد جمهوری اسلامی. خانم دفتری، به آقای برنی سندرز، خب میدونید ایشون خودش هم یهودی است، آقای نتانیاهو رو گفت که جنایتکار جنگی است در صحن سنای آمریکا. آقای جری ندلر که ایشون هم از یهودیان بلندپایه مجلس نمایندگان، آقای نتانیاهو رو با شاه مکابی مقایسه کرده که رومی‌ها رو به اورشلیم دعوت کرده. این حرفا در میان خود یهودیان چه تأثیری میگذاره؟ شما به اینا میگین یهودی ولی اینا چپی هن. اینا مذهب و فرهنگ و همه چیزشون چپیه و به اون دارن اشاره میکنن که آقای نتانیاهو دست راستی درسته، ولی این جنگ رو باید میجنگید. چه کار باید بکنه وقتی گروه های ترور اینجوری حمله میکنن؟ اگه به آمریکا حمله کرده بودن چی میشد؟ اگه به کانادا حمله میکردن چی میشد؟ و ما نمیتونیم از حماس و حزب الله و جمهوری اسلامی دفاع بکنیم که بگیم آقای نتانیاهو دست راستیه. هیچ فرقی نمیکنه، هر کسی جای آقای نتانیاهو بود، چه چپی چه راستی، و اینو تو اسرائیل گفته شده، اینجوری باید میرفتن جلو و میجنگیدن. این واقعا یه صحبت امنیتی دست راستی و چپی نداره. برای همین وقتی هر میگه خب آقای سندرز خودش یهودیه، نه، اون چپیه و برای همین ما میبینیم که چپی‌ها چقدر خودشونو با این تروریستا جور کردن و از همین توی این تظاهرات میبینیم خیلی از گروه‌های اینایی هستن که برای حقوق زنان یا همجنسگران اومدن برای تروریستا دارن از تروریستا دارن حمایت میکنن. اصلا آدم میمونه که اینا رفتن توی خاورمیانه با حماس صحبت کردن، با جمهوری اسلامی، با حزب الله، که ببینن اینا دیدگاهشون درباره زنا چیه، اینا حقوق زنان رو چجوری میبینن و اینجوری کورکورانه دنبال اینا راه افتادن چون که دست چپی هستن و این خیلی خطرناکه وقتی که دست چپی ها با اینایی که تروریست هستن مثل جمهوری اسلامی همدست میشن. ایرانیای خیلی نازنین هم 45 سال پیش این تجربه رو داشتن و الان داریم میبینیم که همین برنامه توی آمریکا و دور دنیا، تو اروپا، کانادا، داره همون برنامه پیاده میشه. خانم دفتری، وقتمون اندک است که میشه خیلی کوتاه. روابط آقای ترامپ و آقای نتانیاهو رو چطور میبینید؟ قراره که فردا ملاقات بکنم، طور که میدونید آقای ترامپ هم به آقای نتانیاهو انتقادایی داشت در این چند هفته و چند ماه اخیر. بله، خب اگه به 4 سال پیش یا 8 سال پیش بعد نگاه کنیم، اول دولت آقای ترامپ نشون داد که پشت اسرائیل وایساده و همون پایتخت کنسول اسرائیل رو آورد توی یروشلایم گذاشت و اون قرارداد ابراهام اکوردز رو جلو برد و واقعا پشت اسرائیل وایساده بود و دیدیم که جنگی نبود تو اون مدت. واقعا این یعنی میتونین یا با ترامپ باشین یا نباشین، باید حرف حقیقت رو گفت که برای خاورمیانه جلوی جمهوری اسلامی رو وایساده بود و با از اسرائیل که شریک ما هست در خاورمیانه کارا رو جلو برد که هم اونا امن باشن، هم ما توی آمریکا امن باشیم. این خیلی چیز خیلی جالبیه چون که واقعا از دولت اوباما این شروع شد که می‌دیدیم که این سیاست‌های خارجی عوض